سلام دوستان عزیز. امروز مسئله های 232 33 و 34 ریمکویچ را کوشش میکنیم بینیم و مسئله 232 شرطش چنین است: اثبات کنید که دور گردش ردیف مصنوع از روی مدار دایروی با فرمولای ت برابر 2 پی ار ریشه r تقسیم جی ام معین کرده می شود. در اینجا این مسئله سیاره r رادیوس مدار ردیف می باشد. یعنی اثبات کنید که دور گردش ردیف مصنوع از روی مدار دایروی با فرمولای ت برابر 2 پی ار ریشه r تقسیم جی ام معین کرده می شود. در اینجا r رادیوسی مداری ردیف و m مساحت سیاره می باشد. مسئله 232 ریمکویچ. برای حل کردن این مسئله ما از قانون جاذبه استفاده میبریم و فرض میکنیم که همین این زمین ما می باشد. زمین مساحتش البته m با m کلان اشاره میکنیم و در اطراف آن از روی مدار دایروی ردیف مصنوع چرخ میزند. در اطراف آن فرض کردیم در مدار دایروی چرخ میزند و رادیوس مدار آن همین ردیف r می باشد. یعنی مسافت از مرکزی دوره تا جای جایگیر شوی همون ردیف r می باشد و ما باید دور گردش همین مدار رو ببینیم. برای همین میبینیم که در اینجا دو تا قوه یکدیگر رو در موازنت در موازنت نگاه می‌دارند. این قوه گراویتاسیونی و قوه مرکزگریز می باشد که اگر این دو قوه یکدیگر رو در موازنت نگاه دارند ردیف مصنوع در همین مدار در مدار دایروی حرکت کردن میگیرد و یعنی هر دو همین قوه ها یکدیگر رو در موازنت قرار میگیرند نگاه می‌دارند. قوه گراویتاسیونی برابر میشد به قوه مرکزگریز و قوه گراویتاسیونی فرمولش رو میدونیم مساحت ردیف مساحت سیاره تقسیم مسافت مدار ردیف کوادرات، یعنی مسافت بین مرکز سیاره و ردیف برابر است به m v کوادرات تقسیم r و m v کوادرات تقسیم r این البته قوه مرکزگریز می باشد. از اینجا میبینیم که مسه ها اختصار می شوند، یک تا رادیوس اختصار می شود و میموند v کوادرات برابر جی ام تقسیم r و البته ما میدونیم که سرعت در حرکت چرخزنی با فرمولای v برابر 2 پی ار تقسیم t افاده می‌یابد و در جای سرعت ما همین را آورده میگذاریم. همین را در جای سرعت میگذاریم، میشود 2 پی ار تقسیم t در کوادرات برابر است به g مساحت سیاره تقسیم r مداری ردیف و از اینجا ما باید ت را یابیم. مسئله در چنین شکل می نویسیم: 2 پی ار کوادرات تقسیم اینجا رو تقسیم ت کوادرات برابر است به جی ام تقسیم r و اگر ت رو یابیم مثل تناسب کار میکنیم. در اینجا اگر ت رو یابیم جی ام پایان می رود، ت کوادرات رو یابیم جی ام پایان می رود، 2 پی ار با r با ان این r اینها در صورت می ایستند، یعنی 2 پی ار کوادرات در صورت می ایستد. این طرفی این کسر باشد چپنه می شود r تقسیم جی ام و اگر از اینجا ت رو خودش رو یابیم کوادراتش رو نه بلکه خودش رو، یعنی از هر دو طرف ریشه می گیریم، می شود 2 پی ار ریشه r تقسیم جی ام. انا این می باشد انا اون فرمولی که ما باید اثبات میکردیم اثبات کردیم.
اکنون بیایید از این فرمولا ما یک خلاصه عمیق میبروریم. اگر فرض کنیم که یگان ردیف دیگر در اطراف زمین چرخ زند، یگان ردیف دیگر دور گردش آن چگونه نسبت دارد به دور گردش این ردیف و برای این ردیف دوم در اینجا ما این فرمول رو اثبات کردیم، تا اینجا آورده رسوندیم. از اینجا ما بزرگی های رو میابیم که برای هم ردیف یکم هم ردیف دوم دائمی میباشند. البته در اینجا دائمی گریویتاسیونی دائمی است. مثلا سیاره برای هر دو ردیف یک خیل میباشند، یک سیاره است، در اطراف یک سیاره آنها چرخ میزنند و دو پی البته این دائمی میباشد. پس دو پی هم دائمی میباشد. بیایید ما از این فرمول دائمی ها رو به یک طرف میگذرانیم. در اینجا این طور میکنیم. دو پی ار رو دو پی کوادرات ار کوادرات می نویسیم تقسیم ت کوادرات برابر است به جی ام تقسیم ار. اکنون بیایید این ار رو مثل تناسب به آن طرف گذراندیم، به صورت می رود، می شود ار کوب تقسیم ت کوادرات در جایش می ایستد. اینجا ت کوادرات داریم. اکنون ببینید برابری در اینجا ما جی ام، اینها دائمی باشند برای هر یک ردیف، و دو پی کوادرات رو هم به آن طرف میگذارونیم، به مخرج می رود دو پی کوادرات. اکنون بینید همین کار رو برای سیاره هایی که در اطراف آفتاب چرخ میزنند کردن می شود. همین کار رو برای سیاره هایی کنیم که در اطراف آفتاب چرخ میزنند. فرض کردیم که در مرکز آفتاب می ایستد و در اطراف آن سیاره ها چرخ میزنند و برای آنها نیز مسح آفتاب تغییر نمی‌یابد. برای هر یک آنها یعنی مسح آفتاب دائمی حساب می شود و نسبت رادیوس و نسبت مدار آنها و دور گردش آنها چنین نسبت دارد و این نسبت را این یعنی ار کوب تقسیم ت کوادرات برابری از بس که اینها هم دائمی میباشند، یگان دائمی میباشند، پس طرف چپی برابری نیز دائمی میباشد. انا این فرمولا را فرمولای قانون سوم کپلر مینامند و از روی این فرمولا ما میتوانیم مسئله های 233 و 234 را نیز حل نماییم. مسئله 233 در مسئله 233 گفته شده است که دور گردش ابتدایی یعنی در اول دور گردش اوله کشتی کیهانی سویوز 12 که 27 سپتامبر سال 73 به مدار برآورده شد 88 و از 6 دقیقه بود. یعنی اول دور گردشش 88 و از 6 دقیقه بود. بعد پس از مانیورها دور گردش 91 دقیقه شد. تی دو برابر 91 دقیقه شد. اگر صورت میانه حرکت کشتی اگر مدار دایروی پنداریم مسافه میانه تا سطح زمین و سرعت میانه حرکت کشتی چی طور تغییر یافته اند؟ مدار دایروی حساب میکنیم و میابیم که مدار حرکت چی طور تغییر یافته است یا که چند مرتبه تغییر یافته است و سرعت حرکت. اکنون میبینیم که در اینجا انا این فرمول رو استفاده میبریم ار کوب تقسیم ت کوادرات برابر کانستانت. این معنای آن را دارد که ار یک کوب تقسیم ت یک کوادرات برابر است به ار دو کوب تقسیم ت دو کوب و از اینجا ما باید ار دو تقسیم ار یک را تقریبا یابیم که تقریبا بها دهیم که ار دو تقسیم ار یک زیاد است یا کم. از اینجا ار یک رو این طرف میگذاریم ت دو رو اون طرف می شود ار دو کوب کوبش رو هر دو آنها رو در داخل یک کوب می نویسیم. ار یک رو پایان ار دو می بریم می شود تقسیم ار یک هر دو آنها در کوب برابر است به ار یک رو این طرف بردیم ت دو رو آن طرف می بریم ت دو کوادرات تقسیم ت یک کوادرات هر دو آنها در کوادرات و می بینیم که بیایید همین از هر دو طرف ریشه کوبی درجه 3 می گیریم. می شود ار دو تقسیم ار یک برابر
T2 تقسیم T1 در درجه 2 تقسیم 3 و انا این فرمولا رو ما برآوردیم. میبینیم R2 تقسیم R1 برابر میشد با T2 تقسیم T1، یعنی نسبت مدار ردیف، نسبت مدارهای ردیف در دو حالت متناسب راسته است با نسبت دورهای آنها در درجه 2 تقسیم 3. یعنی اگر دور زیاد شود، ببینید R2 تقسیم R1 تقسیم T2 تقسیم T1 دور زیاد شود، پس مدار ردیف هم زیاد می شود. البته نه همون قدر مراتبه، ولی متناسباً با 2 تقسیم 3 درجه 2 تقسیم 3 زیاد می شود. ببینید که T2 زیاد، T2 91 است، T1 88 از 6 و از بس که T2 نظر به T1 کلان است، پس R2 هم نظر به R1 کلان می باشد. این جواب یکمین مسئله، یعنی R2 کلان R1، یعنی مدار ردیف کلانتر می شود. اکنون سرعت حرکت ردیف V2 تقسیم V1 برابر می شود. در جای سرعت انا این فرمولا رو میگذاریم. این می شود که 2P R2 تقسیم T2 این V2 همین تقسیمی V1 ما ضرب میکنیم و V1 را چپانه می نویسیم. تقسیمی یعنی ضربی T1 تقسیمی ما تقسیم نکردیم و ضرب کردیم و V1 را چپانه نویسیم 2P R1 و البته در اینجا 2P اختصار میشن، میمونه T1 تقسیم T2 ضربی R2 تقسیم R1 و میبینیم که T1 تقسیم T2 خورد میبراید. آزیر در جای T1 تقسیم T2 انا این رو میگذاریم، از اینجا T1 تقسیم T2 رو یافته در اینجا میگذاریم. یا اینکه نه R2 تقسیم R1 رو ما الان یافته ایم، انا این R2 تقسیم R1 رو در انا اینجا میگذاریم. چی میشود؟ میشود که V2 تقسیم V1 برابر T1 تقسیم T2 ضربی در جای R2 تقسیم R1 میگذاریم T2 تقسیم T1 در درجه 2 تقسیم 3، یا اینکه T1 تقسیم T2 ضربی T2 در درجه 2 تقسیم 3 تقسیم T1 در درجه 2 تقسیم 3 و این برابر است. و ببینید T1 در درجه 1 تقسیم T1 در درجه 2 تقسیم 3 اساس ها یک هستند، درجه ها را طرح می نماییم. T1 در درجه 1 طرح 2 تقسیم 3 تقسیم 1 ضربی T2 در اینجا درجه 1 می باشه، T2 باز درجه ها رو طرح می نماییم 2 تقسیم 3 طرح 1 و می شود که T1 در درجه 1 طرح 2 تقسیم 3 می شود 3 طرح 2 1 تقسیم 3 T1 در درجه 1 تقسیم 3 ضربی T2 در درجه می شود 2 طرح 3 مینوس 1 تقسیم 3 T2 در درجه مینوس 1 تقسیم 3 و ما می توانیم T1 تقسیم T2 در درجه 1 تقسیم 3 نویسیم. یعنی ریشه کوبی از T1 تقسیم T2. بینید V2 تقسیم V1 متناسب است با ریشه کوبی T1 تقسیم T2. V2 تقسیم V1 در اینجا T1 تقسیم T2. یعنی اگر T2 زیاد باشد T1 تقسیم T2 خرد می شود. یعنی سرعت حرکت از روی مدار خرد می شود، چون که V2 تقسیم V1 متناسب چپه است با ریشه کوبی T2 تقسیم T1، یا اینکه متناسب راست است با ریشه کوبی T1 تقسیم T2. انا برای همین سرعت حرکت خرد می شود، ولی رادیوس باشد مدار حرکت باشد کلان می شود. این بود مسئله 232. اکنون میگذاریم با مسئله این بود مسئله 233. 234 رو میبینیم. مسئله 234 در اینجا گفته شده است که دور گردش ردیفی که از سطح زمین در مسافه 21600 کیلومتر حرکت میکند، از سطح زمین در یگان مسافه جایگیر شدن جسم را ما با اش اشاره میکنیم. اش برابر است با اش یک، البته 21600 کیلومتر و دوم ردیف در مسافه 600 کیلومتر جایگیر است. و مثلا میپرسد، یک بار میخونم شرطش رو یک بار دیگر. دور گردش ردیفی که از سطح زمین در مسافه 21600 کیلومتر حرکت میکند، نظر به دور گردش ردیفی در بلندی 600 کیلومتر حرکت کننده چند مرتبه زیاد است. یعنی دور گردش انا همین ردیف نظر به دور گردش این ردیف که در این بلندی جایگیر است چند مرتبه زیاد است. پس ما باید جواب بدیم که T1 تقسیم T2 چند مرتبه زیاد است.
و ما میدونیم که ببینید اگر این زمین باشد، این رادیوس زمین از سطح زمین در یگان مسافت جایگیر شدن جسم رو ما گفتیم با اش اشاره میکنیم. اش اگر این رادیوس زمین باشد، ما برای اون مدار حرکتی رادیوسی مدار حرکتی ردیف رو یافتن از چی استفاده می‌کنیم؟ رادیوس مدار حرکتش این ار زمین جمع اش می شود، چون که وای در اطراف رادیوس چرخ میزند که اون به ار زمین جمع اش برابر است. یعنی رادیوس مدار اون رو با یگام ار خود اشاره میکنیم برابر است به ار زمین جمع اش. و همین ifade رو دوباره استفاده میبریم. اول ما از ifade حاصل کردهمون از این استفاده میبریم. قانون سمی کپلر ار کوب تقسیم ت کوادرات برابر کانستانت. یک بار دیگر آن رو می نویسم. ار کوب تقسیم ت کوادرات برابر کانستانت و ما باید ت یک تقسیم ت دو رو یابیم. برای همین دو بار این معادله رو می نویسیم که یک بار دیگر می نویسیم برای دو تا ردیف ار یک کوب تقسیم ت یک کوادرات برابر ار دو کوب تقسیم ت دو کوادرات و ما باید ت یک تقسیم ت دو رو یابیم. ت یک رو آن طرف میگذاریم، ار دو کوب رو پایان. می شود ت یک تقسیم ت دو در کوادرات برابر ت یک رو آن طرف گذراندیم. اکنون ار دو کوب این طرف می آید، می شود ار یک تقسیم ار دو در درجه 3 و برای یافتن ار البته در اینجا ار ما اینجا با ار اشاره کردیم، بیاید با ار اشاره میکنیم. رادیوسی مداری ردیف می باشد و برای یافتن ت یک تقسیم ت دو از هر دو طرف ریشه کوادراتی میگیریم. اینجا می شود که ار یک تقسیم ار دو در درجه 3 تقسیم 2 و ار یک من می شود رادیوس زمین جمع اش یک، ار دو من می شود رادیوس زمین جمع اش دو. برای همین ت یک تقسیم ت دو برابر می شود به رادیوس زمین جمع اش یک تقسیم رادیوس زمین جمع اش دو در درجه 3 تقسیم 2 و قیمت های عددی رو گذاشته حساب میکنیم. رادیوس زمین می شود 6400 کیلومتر جمع تقسیم 6400 و ت یک تقسیم ت دو برابر می شود به اینجا می شود 28000 کیلومتر. 28000 کیلومتر در اینجا می شود 7000. هزارها اختصار می شوند و 28 تقسیم 7 در درجه 3 تقسیم 2 می شود 4 در درجه 3 تقسیم 2، یعنی 4 در کوب و ولی ریشه همین 4 در کوب 4 کرد 4 16 کرد 4 64 ریشه 64 می شود 8. دور گردش ردیف مصنوعی که در بلندی 21600 کیلومتر حرکت میکند نظر به دور گردش این دویونگی 8 مرتبه زیاد می باشد. این بود مسئله 234. کوشش میکنیم در نوارهای آینده نیز مسئله های خوب را حل نماییم، مسئله های مشکل تر را از همین مجموعه مسئله های ریمکویچ حل نماییم و تا نوارهای آینده سلامت باشید دوستان عزیز.